فضیلت مکه. به نام الله بخشنده مهربان، درود و سلام به پیامبرمان محمد صلی الله علیه و آله و سلم. و بعد السلام علیکم و رحمت الله و برکاته برادران و خواهران عزیزم. امروزها که تمام مردم مسلمان روی عالم، خواستن مردم شریف تاجیکستان آمادگی دارند برای رفتن به خانه خدا، اما بعضی نفرانی که بدی نفرت دارند و میخواهند که پیش این راهی عمل خیری که فرض برای هر یک مسلمانی توانمند است پیش راه این را گیرند و حتی می برایند ادعا میکنند که در قرآن حج نآمده است، یا اینکه گناهانی که آنها مغفرت می شود این یک چون یک تمسخر قبول میکنند و به مردم پیشنهاد میکنند که این چیزها اساس ندارد. اولا در قرآن در با کلمه حج 11 مراتبه ذکر شده است، در سوره بقره، سوره آل عمران، در سوره توبه، در سوره حج. و دیگر اینکه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرموده است که کسی 2 رکعت نماز در مدینه میخواند برابر 1000 رکعت نماز ثواب دارد و 2 رکعت نمازی که در مکه مکرمه میخوانی و برابر به 100,000 رکعت ثواب دارد. و با اتفاق تمام علمای اسلام بهترین مکان و مقدسترین مکان این مکان بیت الحرام یعنی که مکه مکرمه است. و در قرآن هم ذکر شده است که اولین خانه که در روی زمین برای پرستش الله سبحانه و تعالی در روی زمین ساخته شده است، این هم مکه مکرمه است. و دیگر حدیث هم هست که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرموده است که کسی که قدرت و توانایی دارد اما حج نمی رود، نمیدانم که اون یهودی می میرد یا که نصرانی. به این خاطر کسانی که قدرت و توانایی دارند این فرض است. ارکان اسلامی ما که 5 است، یکی از رکن 5 اسلام این است که انسان قدرت و توانایی داشته باشد، حتما در عمر 1 مرتبه این فرض الهی را باید انجام دهد. اما نفرانی که به این کار خیر مانع می شوند، یکم این که آنها خود به این باور ندارند و اعلان می کنند که در دین اسلام نیستند، اما می برایند برای در مسائل دینی رأی و فکر خودشان می دهند. و انسانی که در اسلام نباشد و به اسلام اعتقاد نداشته باشد، گپ او هیچ ارزشی را ندارد. و این خاطر خواهش دارم نفرانی که آماده هستند و به حج می روند نیتاشون خالص به خاطر الله کنند، زیرا 2 رکعت نمازی که در مدینه می خوانی که 1000 رکعت ثوابش را الله به تو می نویسد و 2 رکعتی که در مکه می خوانی برابر 100,000 رکعت است. خوشا به حال آنانی که همت بلند می کنند و به خانه الله به زیارت و به ادای فریضه الهی می روند، زیرا این فرض الهی را وقتی که الله سبحانه و تعالی برات دارایی می دهد، حتما سعی و کوشش کنه که 1 مرتبه در حیات این فرض الهی را به انجام برسانید، زیرا بهترین عمل را که انجام می دهید. الله سبحانه و تعالی طاعت و عبادت و عمل خیری می کرده اتون را به درگاهش قبول کند. واقعا دیروز نفری را برام نوشت که من امسال حج می روم و دیدم که نامم برآمده است، چنان خرسند شدم که حتی به چندین نیازمند کمک رساندم به خاطر که نام من برآمده است امسال به زیارت خانه خدا میرم. زیرا که انسان هایی که ایمان دارند به یک شوق و رغبت و محبت به این خانه خدا به سفر میبرند. الله سبحانه و تعالی طاعتاتون به درگاهش قبول کند و چگونه وعده کرده از پیامبر صلی الله علیه و آله که کسی حج می رود در حج سخنی قبیح نمیگوید و عمل قبیح را انجام نمیدهد، میگردد مانندی که از مادر به دنیا نو تولد شده است، همه گناهانش مغفرت می شود. الله سبحانه و تعالی کسانی که امسال نیت کردن به خانه خدا برای ادای فریضه که می روند، الله سبحانه و تعالی این ثواب را براشان نصیب بگرداند. باقی در امان الله مهربان باشه.